حالی زدین نمایشنامه تمام کن که خب با خانم نمیدونم کدوم صدا رو تو دوست داری. همش خوبه من صداهای گوناگون میتونم برای تو تقلید کنم، هر صدایی که دلت بخواد. من نمیدونم مادر جان کدوم صدا رو میخواد تو بگو ندارم. اینقدر بحث نکن پیده جان، حوصله ندارم. چی گوشان کره بلند بگو. چی بود؟ او کی بود؟ چی بود؟ بلند بگو کی بود؟ چی بود؟ حوصله ندارم. خداحافظ. من خیلی صدا رو گوناگون رو تقلید میکنم. حالا اون آهنگه که رفته ذره کارگر شده بود اونو بگو. آخه زنه ایرانی قور میزنن یه کاری که بهشون میگی بکن خب، ولی هندی بدبخت قور نمیزنن، فقط ها ها میکنن. میگم که زهر مارو کوفت و درد و یا خونه ننش همش میگه یا ننش خونه ماست همش میگه تو برو پارانگاه بزن داداشت بکن، از اینجا تا اینجا طلا داری، اما تو چه داری؟ فقط رو داری. آخه داداش من معلوم نیست قاچاقچی چی کار است، بعضش خوبه، به خاطر این بعضش خوبه. من کارگرم. خب تو چه کارگر بودی؟ چرا زن گرفتی؟ کارگرم و دنیا برام یه مشتی خاکی، همی دار و ندارم فقط یک دل پاکی.